این داستان غم‌انگیز و شرم‌آور دختریه که قرآن رو مسخره می‌کرد و به عاقبت تلخی دچار شد. اون یک زن آمریکایی فوق‌العاده زیبا بود که در یکی از خیابون‌های عربستان در حال گشت و گذار بود. اون روز جمعه بود و وقت نماز فرا رسیده بود و مسجدی که در اون نزدیکی بود پر از نمازگزار بود. اون دختر که اعتقادی به اینجور مسائل نداشت با یک نگاه تمسخرآمیز به کسانی که وارد مسجد می شدن نگاه می کرد. ناگهان با یک لحن کنایه آمیز گفت اینها چه می کنن؟ روش عبادت خدای دروغینشون اینطوریه؟ بعد از اون با غیظ و عصبانیتی که در چهرش داشت به سمت یکی از مغازه‌های اطراف که قرآن میفروخت رفت و از فروشنده خواست که یک قرآن به اون بده. اما فروشنده وقتی دید که اون یک زن غیر مسلمان خارجیه از خرید اون متعجب شد. برای همین از اون پرسید که قرآن رو برای چی میخواد؟ اصلاً میدونه که داره چه چیزی رو میخره؟ زن به مرد فروشنده گفت به تو ربطی نداره، تو مگه پولت رو نگرفتی؟ پس در این کار دخالت نکن. و بلافاصله با عصبانیت از مغازه خارج شد. ذهن فروشنده پر از ابهام و سوال بی جواب بود که اون دختر قراره با قرآن چه بکنه. برای همین مغازش رو به دست شاگردش سپرد و به دنبال دختر به راه افتاد. دختر قرآن رو به دست گرفته بود و همراه با اون وارد یک مرکز تجاری شد. بعد از طی کردن مسافت کمی به یک دستشویی عمومی رسید و با همون قرآن وارد سرویس بهداشتی شد. وقتی فروشنده این صحنه رو دید تعجب کرد، چون میدونست که اون اجازه وارد کردن اون کتاب آسمانی رو به این مکان ناپاک نداره، ولی منتظر دختر موند تا از اونجا بیرون بیاد و ببینه اون قراره چه بکنه. بعد از گذشت 10 دقیقه دختر از سرویس بهداشتی بیرون اومد، ولی این بار قرآن همراهش نبود. مرد فروشنده کنجکاو شد و بدون اینکه کسی متوجه اون بشه وارد دستشویی زنانه شد و دید که اون زن آمریکایی قرآن رو ریز ریز کرده و به داخل دستشویی ریخته. مرد که از دیدن این صحنه به شدت عصبی شده بود و احساس میکرد به مقدسات و عقاید اون توهین شده، برای همین با عصبانیت بیرون اومد و به سمت اون دختر رفت و اون رو تهدید کرد که از اون شکایت میکنه و اون رو به دادگاه میکشونه تا پاسخگوی این رفتار زشتش باشه. اما کینه دختر از اسلام خیلی عمیق‌تر از این چیزها بود و روز به روز به رفتارهای زشتش و توهینهای بیشترش به قرآن ادامه میداد و این نوع تنبیه‌ها بر اون فایده ای نداشت. قلب تمام اطرافیان این دختر از رفتارهای اون به درد آمده بود و خیلی‌ها تلاش می‌کردند که اون رو از عاقبت کارش مطلع کنند و در برابر توهین‌های اون مانع بشن، ولی فایده ای نداشت. پس تا آخر این ویدیو همراه ما باشید تا ببینید چه عاقبت ترسناکی در انتظار این دختره. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید پس کافران با کفر خود به خدا ضرری نمی‌رسانند، بلکه در دنیا و آخرت عذاب دردناکی دارند و قرآن نزد خداوند محفوظ خواهد بود. زمان گذشت و این دختر سعی کرد با هویت یک زن مسلمان و با حجاب به توهین کردنهاش به اسلام ادامه بده. اون از خیلی از احادیث سوء استفاده می کرد و به همین وسیله دست به گناه می زد و همچنین با استفاده از خیلی از نمادهای اسلامی و ناآگاهی مسلمانان هر نظریه‌ای رو مطرح می کرد و خیلی از مسلمانان رو از راه درست منحرف کرده بود. گذشت تا اینکه تصاویر مستهجنی از این دختر که در حال اهانت به قرآن بود در فضای مجازی منتشر شد و در یک عمل غافلگیرانه این زن کافر قرآن رو در جلوی چشم خیلی از مسلمانان در فضای مجازی به آتش کشید. این عمل او عصبانیت خیلی از مسلمانان رو برانگیخته بود و خیلی از متعصبان قصد جان این دختر رو کرده بودند. هنوز هم رحم خدا شامل حال این دختر بود و شاید خداوند تبارک و تعالی منتظر توبه این بنده خطاکار بود. زمان گذشت و دختر همچنان غرق در خواب غفلت بود. یک روز این دختر با یک دختر مسلمان آشنا شد. برای همین سعی کرد در همه جا کنار او باشد و از اخلاق و رفتارهای او سر در بیاورد. هر جا که این دختر حضور داشت و با اطرافیانش جمع می شد او هم بود، چه در خانه، چه در رستوران، چه در تفریحات و هر جای دیگر، و تا حدودی توانسته بود بر روی دختر تأثیر بگذارد و عقاید او را سست کند.
یک روز دختر از دوست مسلمانش در رابطه با رفتارهای قرآن و نماز و عبادتش از او پرسید و وقتی دختر مسلمان در رابطه با همه اینها برای او توضیح داد، دختر کافر او را مسخره کرد و قرآن را از دست او گرفت و قرآن را در زیر پایش لگدمال کرد و با تمسخر فریاد میزد: پس چرا خدای شما من را عذاب نمی کند؟ دختر کافر آن شب را به صبح رساند و وقتی از خواب بیدار شد متوجه ضعف شدید در دست و پاهایش شد. اولش اهمیتی به این موضوع نداد، ولی بعد از اینکه دید حتی توان گرفتن یک لیوان را در دستش نداشت، به دکتر مراجعه کرد و دکتر به او گفت که متاسفانه به یک بیماری عصبی مبتلا شده و بعد از گذشت مدت کوتاهی دختر کاملا فلج خواهد شد. و همین اتفاق افتاد و دختر با وجود تلاش برای درمان بعد از چند ماه به طور کامل فلج شد. چون در این مدت همه را با رفتارهای زشتش از خودش رنجانده بود، تنها زندگی می کرد و هیچ کس نبود که او را جمع کند و از او پرستاری کند. مدتی به سختی با این اوضاع زندگی کرد تا اینکه بعد از مدتی خبر رسید طی یک حادثه و آتش سوزی در خانه دختری که یک روز به خدا و قرآن اهانت می‌کرده زنده در آتش سوخته و توانی برای فرار هم نداشته. توجه کنید دوستان که خدا فرصت توبه را به این دختر داده بود و از روی رحم و مغفرتش نشانه‌های زیادی برای بازگشت او به سمت خدا سر راهش گذاشته بود، ولی این سرنوشت تلخ را خود او برای خودش انتخاب کرده بود. نمونه بارز و مستند از عاقبت توهین به قرآن و اسلام رهبر حزب نداتونس هست که او هم با اینکه نام خدیجه را یدک می‌کشید با آتش زدن قرآن به جنگ با خدا رفت و سرنوشت تلخی را برای خود انتخاب کرد و به طرز فجیحی در یک تصادف جان خودش را از دست داد. و اگر این داستان رو قبول ندارید میتونید با سرچ کردن اسم اون در اینترنت به حقیقت این ماجرا پی ببرید. پس از شما خواهش دارم دوستان قبل از مخالفت با اسلام و قرآن خوب راجع به اون تحقیق کنید و ببینید چیزی خلاف انسانیت در اون پیدا میکنید. قطعا اگر همه انسان‌ها به دستورات اسلامی عمل کنن، دنیا جای خیلی بهتری برای زندگی خواهد بود. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین و برای بهتر شدن این کانال نظرات مفید خودتون رو توی قسمت کامنت بنویسید و این ویدیو رو برای دوستانتون شیر کنید. برای دیدن ویدیوهای جدید و جذابتر روی یکی از این ویدیوها کلیک کنید و برای عضو شدن به این کانال روی عکس کانال کلیک کنید. با تشکر تا ویدیویی دیگر بدرود.